اعوذ بالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شب رحلت پیغمبر اکرم بر اساس اونچه که قرآن کریم در توضیح شخصیت پیغمبر اکرم اواخر سوره مبارکه انبیا می‌فرماید که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کسی که شخصیتش در این دو کلمه کاملا تبیین میشه که رحمت اون هم برای کل ما سوی الله، همونطوری که خدای متعال رب العالمین هست، ایشون هم رحمتا للعالمین. و در این حال توضیح میده که رسالت ایشون هم همین دو کلمه است که رحمت است برای عالمین. حالا گاهی از بابت همین بحث هایی که وجود داره که بالاخره قرآن کریم لااقل تو بخشی از مطالب چیزایی رو راجع به پیغمبر اکرم میگه و در بعضی از منابعمون هم بر اساس گزاره های تاریخی چیزای دیگه ای گفته میشه. من یه وقتی برای بعضی از دوستان این رو عرض کردم که وقتی زیارت جامعه کبیره رو ببینیم، در زیارت جامعه کبیره مطالبی آمده که بعضی از تحلیلگرها میگن که اینا قلوب هست در مورد اهل بیت. حقیقت امر این نیست. با توجه به اینکه حتی دیدم بعضی تعبیرات رو که گاهی بعضی از دوستان با کلیپ و اینها نشونم دادن
افرادی رو که ولی داخل کشور، خارج از کشور، راجع به این که اصلا راجع به جایگاه انسان، که انسان کیه، چه موجودی هست، چه عنصری هست، چه تعریفی راجع به حقیقت انسان میشه داد. میگن که ما زیادی داریم برای خودمون نوشابه وا میکنیم و هندونه زیر بغل خودمون میذاریم و دوست داریم که به خودمون باد کنیم، به تعبیر عامیانه، در حالی که اگر تعبیراتی که در قرآن کریم آمده بهش دقت کنیم، حالا منهای اون چه تو روایات ما هست یا در زیارت هایی مثل زیارت مثلا جامعه کبیره آمده، حقیقتاً اونجا که خدای متعال در مورد آفرینش انسان حرف میزنه و میفرماد که فتبارک الله احسن الخالقین، یعنی در خصوص آفرینش انسان این عبارت رو خدای متعال در مورد خودش به کار میبره. عرض کردم هرچه در مورد او میگیم کاملا به ما مربوط میشه و قرآن کریم هم اگر فراوان در مورد حقیقت پروردگار مطالبی رو توضیح میده، در مورد عظمت او، فوق تصور بودن او، همین تعبیر الله اکبر که فراوان به کار میبریم که خدا بزرگتر است، بزرگتر است از درک ما. حالا هر مقدارم که به او میاندیشیم، به او فکر میکنیم، باز هم اکبر من ان یدرک، یعنی اگر تا بی نهایت هم ما زوم کنیم رو حقیقت پروردگار و هر روز هم به یه درکی بالاتر از درک دیروزمون برسیم، باز الله اکبر، چون بالاخره ما محدودیم و او نامحدود و محدود در مورد نامحدود هر مقدار هم بخواد درکی داشته باشه باز نمیتونه احاطه پیدا کنه به حقیقت او. دیشب هم عرض کردیم تعبیر قرآن کریم که میفرماد سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. هر کسی به وصف او میپردازه باید بگیم که هر مقدارم به نظر خودش زیبا، جالب، جذاب حقیقت او رو وصف بکنه باز جالبتر از این هست، مگر اون کسانی که قرآن میفرماد که عباد مخلص پروردگارن، یعنی لااقل توضیحات اونها رهزن نیست، نه اینکه اونها شناختن. پیغمبر اکرم خودش میفرمود که ما عرفتو که حق معرفتک و عرض کردیم اینکه پیغمبر اکرم میفرماد که منم اونچنان که شایسته هست او رو نمیشناسم، وقت نتیجهش هم این میشه که در مورد تک تک موجودات و مخلوقات هم باید بگیم اون گونه که سزاوار هست هیچ مخلوقی هم درست شناخته نمیشه، چون اینا همه خلق پروردگارن، خلق خدا هستن. وقتی خودش حقیقتش معلوم نیست، خلق او هم معلوم نیست که از چه حقیقتی برخورداره. یعنی ما خروجی کدوم حقیقتیم، تولیدی کدوم کارخونه ایم. وقتی اون کارخونه، اون حقیقت هنوز برای ما شناخته نشده، تولیدیش هم شناخته شده نیست. این تعبیری که بعضیا به کار بردن، حتی کتاب نوشتن انسان موجود ناشناخته، حقیقتا
تا آخر هم باید بگیم انسان موجود ناشناخته. و به نظر میرسه اگر پیغمبر اکرم بی اندازه هر کسی رو تکریم میکرد و تحویل میگرفت و عشق میورزید، حالا هر کسی با هر پرونده‌ای، پیغمبر اکرم همه رو سر میذاشت، به همه احترام میگذاشت، همه رو ارج مینهاد. با همین توضیحی که عرض میکنم، به عنوان اینکه این ساخته پرداخته محبوب منه، نه محبوبم تب و توش معلومه، نه هر چی که آفرید. یعنی ما اگر زوم کنیم روی فردی، حالا جو خودمون نگیم که بحث این نباشه آدم میل داره به این که از خودش تعریف بشه. هر انسانی، پیغمبر اکرم به یه انسانی که میرسید یا نه به یه موجود دیگه غیر انسان، اگر برای پیغمبر اکرم همه کس و همه چیز عزیز بود، این عزیز بودنش از این نظر که کاملا معلومه این کیه، این چیه، حقیقتش روشن شده، یا نه از این نظر که هر مقدار من از او بشناسم باز بالاتر از اینی که من فکر میکنم هست، چون میگم خلق اوست. همونطوری که قرآن کریم به پیغمبر اکرم میفرماد قل ما کنت بدعا من الرسل و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، که من در مورد خدای متعال اینکه چه میکند، چه رفتاری با هر، معلوم رفتار پروردگار از سر فضل، با همه با فضل رفتار میکنه، با رحمت، با رأفت رفتار میکنه. ولی این که مقتضای فضل و رأفت و رحمت پروردگار چی میشه، پیغمبر اکرم میگه من نمیدونم، من دست خدای متعال رو نمیتونم بخونم. آینده خدای متعال بناست با تک تک ماها چگونه رفتار کنه، البته رفتاری از سوی فضل، از سر فضل، که بعضی فکر کنن وقتی میگه و ما ادری ما یفعل بی ولا بکنه نمیدونه والا خدا ما رو تحویل میگیره یا مثلا تو سرمون میزنه. نه، تحویل میگیره، اما چجوری تحویل میگیره؟ تکریم میکنه، اما نحوه تکریم پروردگار چیه؟ یعنی مثلا بناس چه بکنه با ما به عنوان تکریم؟ میدونیم؟ پیغمبر اکرم میگه من که نمیدونم. چرا؟ چون به حقیقت او احاطه ندارم، طبعا از کارای او هم سر در نمیارم، ولی همین مقدار میدونم که قرآن وقتی میفرماید ان الله بالناس لرؤوف رحیم، که خدای متعال حتما بی تردید، شک نکنید، نسبت به تک تک آدم ها، ناس، همه مردم عالم، خوب و بد، به شدت رؤوف و رحیم و مهربان. خب یعنی چیکار میکنه؟ میگه پیغمبر اکرم من که سر در نمیارم، من نمیتونم بخونم، من نمیتونم پیش بینی کنم که چیکار میکنه، ولی خاطر جمع تحویل میگیره، فرامونم تحویل. و اینجوری پیغمبر اکرم همه رو احترام میکرد، همه رو تکریم میکرد. یعنی به عنوان اینکه این موجودی است که او آفریده و نه تنها خود او شناخته شده نیست، اونی هم که او آفریده اونم شناخته شده نیست. نه او رو میشناسیم نه کاراشو، نه او رو میشناسیم نه آفریده هاشو. لذا همه عزیزن و همه هم فوق درک ما. هر چقدر بریم جلو به همون تعبیری که قرآن کریم در سوره مبارکه طه داره که قل رب زدنی علم، خدایا بر علم من بیفزا. یعنی من پیغمبر اکرم چقدر درک دارم راجع به کل حقیقت آفرینش، درک من کافیه؟ قرآن میگه که نه، قل رب زدنی علما.
پروردگار بر علم من، بر آگاهی من بیفزا. هرچی هم بیفزایی باز جا داره برای اینکه افزوده بشه. چرا؟ چون تو بی‌نهایتی، خودت شناخته شده نیستی، هرچی هم آفریدی شناخته شده نیست. یعنی وقتی ما محصول یک کارخونه ای رو نشناسیم، محصولش هم نمیشناسیم. بعد خوب اون کارخونه رو بشناسیم، سر در بیاریم این که اون کارخونه چه کارخونه ای، جزئیاتش رو دقیق بدونیم تا بعد بگیم محصولی هم که تولید میکنه چیه. قرآن میگه و ما قدر الله حق قدره، هیچ کسی قدر خدای متعال را نمیدونه. پیغمبر اکرم میفهمه من هم نمیدونم. اون وقت اینایی رو که خدای متعال آفریده اینا رو میشناسیم، به حضرت عباس نمیشناسیم. لذا جا داره هر کسی رو با هر پرونده ای بی اندازه احترام. این که حالا میشنویم مثلا توی قرآن کریم، بارها عرض کردیم، مثلا قرآن کریم در سوره مبارکه نازعات میگه هل اتاک حدیث و موسی، که تا به حال مثلا حدیث موسی رو شنیدی که به موسی کریم گفته شد که اذهب الی فرعون انه طغی فقل هل لک الی ان تزکی و اهدیک الی ربک فتخشی. یعنی خدای متعال به موسی کلیم فرمود که پاشو برو سراغ فرعون. درسته او یه قلم تو پروندهش این است که یه دریا طغیان کرده، طاغوت، ولی بهش اینجوری بگو فقل هل لک الی ان تزکی و اهدیک الی ربک فتخشی. اولش از ناداه ربه بالواد المقدس، در وادی مقدس خدای متعال که آخر قداسته به موسی کلیم که پیامبر مقدس اوست در وادی مقدس راجب چی صحبت کرد؟ یه فرعونی که طغیان کرد. میدونم فرعون طاغوت موضوع بحث یه جلسه ایست که خدای متعال تو وادی مقدس با موسی کلیم گذاشته. موضوع چیه؟ این که اذهب الی فرعون انه طغی. خب این الان طاغوته، راجع به طاغوت داریم صحبت میکنیم. قرآن کریم میخواد توجه بده به ما که راجع به یه انسان دارید صحبت میکنید. بله، انسانی که آلوده شده به طغیان، فعلا شده یه دریا طغیان، ولی اینجوری نمیمونه. اگه خیال میکنید که اصلا غیر ممکنه، محاله که فرعون طاغوت درش تجدید نظری صورت بگیره، حالا یا خودش یا از ناحیه پروردگار بهش لطفی بشه، اگه فکر میکنید این نشدنیه، نه این شد. اگه نشدنی بود که از موسی نمیخواستیم که کاری بکنه. چه برای کار لغو بکنه، کار نشدنی؟ یا نه میشه این طاغوت رو یه کارش کرد؟ بعد چیکار؟ هیچی، باید بریم بهش بگیم هل لک الی انت. واقعا دوست داری که رو به راه بشی و کار به جایی برسه که دستتو بگیریم تا بشی اهل خشیت. اهل خشیت به این معنا که کسانی که به عظمت پروردگار به اندازه ظرف وجود خودشون پی بردن. نمیگم به صورت کامل که عرض کردیم عظمت پروردگار اصلا قابل درک برای هیچ کس نیست، چون بی‌نهایت رو نمیشه بهش احاطه پیدا کرد، به همه وجودش پی برد. میشه در حقیقت بی‌نهایت او غوطه ور شد.
مثل یه اقیانوس بیکرانی که آدم میتونه بره تو اون اقیانوس، خودشو بزنه تو اون اقیانوس و تو این اقیانوس خودشو غرق کنه. اما اینکه این اقیانوس بیکرانه، تو و تو که نه، هر چی میری از هر سمتی که میری هست، انتها که نداره. ولی راه وجود داره برای اینکه یک کسی که قوتور هست در طغیان و شده طاغوت دگرگون. این نگاهی است که از ناحیه خدای متعال به موسی کلیم به نحوی القا میشه که موسی اگه میخوای مسیر تو درست بری باید این کارو بکنه. وقت ببینیم پیغمبر اکرم چه کاری رو برای چه کسانی انجام نداد در مسیر هدایتشون، چه تره‌ای خورد نکرد. اون چیزی که ما متاسفانه تو فرهنگ رایجمون داریم، مذهبی ها، علما، بزرگان، حتی اولیاء پروردگار، همونا که خیلی هم کمن، در مورد آدما بالاخره به یه جاهای گاهی سوال میگیم مثلا طرف یه جوری میگیم طرف چیکار کرده که انگار مثلا راجع به یه موجود درب و داغون صحبت میکنیم، در حالی که به اون تعبیری که از پیغمبر اکرم نقل شده که فرمود لا تحقرن احدا، هیچ کسی رو حقیر نشمرید. چرا؟ چون در مورد حقیقت او شما هیچی نمیدونید، به الان نگاه نکنید. همونطوری که در مورد یک کسی مثل جناب هر تا قبل از روز عاشورا و اون لحظاتی که آمد خدمت ابی عبدالله، هر چه شنیدیم بعد ببوسیم بزنیم کنار. این شخصیت هر چیه؟ بگه خیلی کارا کرد. به تعبیری که تو بعضی از اشعار آیینی بعضی از شعرا، خدا بر عمر و عزتشون بیفزاید، میگن که نسبت به هر از زبان ابی عبدالله که تو بدی کردی ولی بد نیستی. راه رو بر ابی عبدالله بسته، یه فاجعه ای مثل فاجعه کربلا رو آفریده. تو یه موقعیتی هم اومد اظهار پشیمانی کرد که دیگه کار از کار گذشته بود، یعنی ابی عبدالله رو گیر انداخته. و بعضی از اصحاب حضرت به شهادت رسیدن، وسط کار اومده میگه که آقا، تعبیرش هم خیلی تعبیر مؤدبانه است که هل ترالی من، تو این شرایط که کار از کار گذشته، هل ترالی من تو، من انتظار اینن ندارم که بگم میشه توبه کرد، نه، من توبه، یه روزنه ای از توبه به روی من بازه و میتونم برگردم. ابی عبدالله خیلی راحت هم نعم یتوب الله علیه. اون شناختی که ابی عبدالله داره از حقیقت پروردگار که در دعای عرفه منعکسه، که رسما به خدای متعال میگه یا من استنقذ السحرة من بعد طول الجحود، ای کسی که دست ساحرانی رو که یک دوره طولانی منکر تو بودن، آمدانه، آگاهانه، و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، که قرآن راجع به اطرافیان فرعون نقل میکنه، راجع به همین ساحران. یک کسی یه عمری در خدمت فرعون و تلاش کرده فرعون رو فرعون کند. فرعون تمام تفرعنش مرهون همینایی است که کنارش وایسادن و حلواش کردن، تملق کردن، چاپلوسی کردن. اینقدر لیلی به لالاش گذاشتن که این احساس کرد که خیلی راحت میتونه بگه انا ربکم الاعلی. صحیح من در تفرعن فرعون خیلی راحت ابی عبدالله به خدای متعال در دعای عرفه میگه یا من استنقذ السحرة من بعد طول الجحود و قد حادوه و نادوه و کذبوا رسله. اینا شمشیر رو ارو بستن، برای تو ند قرار دادن، مثل و مانند قرار دادن.
و تکذیب کردن رسولان تو رو. خب یه همچی کسانی رو وقتی دستشون رو گرفتی، یعنی دست کیو نمیگیری؟ من میشناسم تو رو، میدونم تو کسی هستی که دست ساحران رو بعد از یک دوره طولانی انکار، الحاد، طغیان، اونم آمدانه و آگاهانه گرفتی. تو دست کیو نمیگیری؟ وقت با حالا ببینیم یه کسی شو، بعد میگم همه چی هم میخوایم خلاصه کنیم تو همین که این واژه عاقبت به خیری که میگم در میان مذهبی های ما رایجه، حسن عاقبت، که عاقبت رو عاقبت همین دنیا گرفتیم دیگه. مثلا طرف عاقبت به خیره یعنی مثلا از دنیا که رفت دیگه با یه وضع خوبی از دنیا رفت، مثلا با ایمان از میاد دعا کنیم ما بالاخره با ایمان از این دنیا بریم. حالا این ایمان هم که توضیح مثلا آدم خوبی بشیم دیگه، نه اون مؤمنی که قرآن میفهمه انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، اون مؤمنی که میگه که المؤمن اعز من الکبریت الاحمر. اون کیمیاگرا میگردن دنبال اون اکسیر اعظم، اون کبریت احمر، و گیرشون نمیاد. میگه کمیابتر از کبریت احمر مؤمنه. خب بگو نداریم دیگه. کسی که باورش هست او هست و با او زندگی میکنه، یه نفر پیدا کن. کی باور داره؟ گو حالا همه میگن هست دیگه، انشالله هست دیگه. باور داریم، یقین داریم که او هست. اگه باور داشته باشیم حال ما همون حال ابی عبدالله است. بله در مورد ابی عبدالله هیچ تردیدی نداریم که ابی عبدالله حقیقت ایمان نسبت به پروردگار متعال است، ولی بقیه هم همینجوری هست. خب نه با یه اوضاع آشولاشی میگم کار داره. بعد از اینکه از اینجا رفتیم تازه شروع میشه. ما زندگی اصلیمون بعد از اینکه از دنیا رفتیم، یعنی بعد از مرگ تازه زندگی ما شروع میشه. و وقتی صحبت میشه میگه مثلا طرف عاقبت به خیر رفت، نه وضعش بالاخره حالا یه کارایی هم کرده ولی توبه کرده. توبه کردن یعنی چی؟ معلومه که همه میلنگیم، ولی بناس اینجوری باشه یا بناس همونی که قرآن کریم میفرماد. فرابونم گفتیم که ان الی ربک المنتهی، ان الی ربک الرجعی، الیه المصیر، الیه یرجع الامر کله، الی ربک تحشرون. همه نقطه پایانشون کیه؟ کجاست؟ عرض کردیم وقتی صحبت جهنم میشه قرآن میفرماد که مأواهم جهنم و بئس المصیر، که آخر عاقبت یه عده‌ای در میشه جهنم. بعد میگه بد جایگاهی است. بد جایگاهی است از این نظر که مسیر باسا، یعنی اینها ما میگیم جهنم میرن، قرآن میگه جهنم میشن. طرف جهنم شده، این آخرشه. قرآن میگه که نه، آخرش منم، الی المصیر. همه به او میرسیم، جهنم که رفته که به او نرسید. قرآن راجع به جهنمی ها میگه که کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. اینا شاخصشون اینه که از خدای متعال محجوبن. محجوبن یعنی چی؟
اگر به او رسیده باشن که نباید محجوب باشن از او. انسان کاری کرده به اینجا رسیده، خب همینجوری میمونه. خدا میگه نه آقا من کار دارم. عرض کردم این آیه شریفه که چند شب قبلم بهش اشاره کردم، قبلا هم عرض کردیم، قرآن میفهم افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. شما فکر کردی واقعا ما شما رو عبث آفرید؟ خب اگه طرف جهنم بشه یعنی عبث دیگه، بدتر از عبث میشه. ببین اینجوری که نمیمونه، کار داره. بله جهنم شده ولی جهنم میماند؟ نه، کار میکنیم باهاش تا از جهنم بودن برهد، نجات پیدا کن. یه مسیر طولانی است. اینا موجب میشه که پیغمبر اکرم، اهل بیت، امیرالمومنین ابی عبدالله، راجع به آدما، هر کسی با هر پرونده ای به دیده اکرام و احترام. روایاتی داریم، نوشتم هم مجال نیست الان بخونم، مثلا الان دیرم شده، که میفرماد حق برادر انسان به گردن انسان این است که الاجلال له فی عینه. الاجلال له فی عینه یعنی به دیده احترام بهش نگاه کنیم، جلال و شکوه ها، شکوهمند به حسابش بیاری، با جلالت و شکوه به حسابش بیاری. تعارف داریم میکنیم ما تو محاورات روزمرمون، اینجوری که تو مذهبی هامون، تو خوبامون رایج هست، بالاخره یه عده‌ای رو نمیخوایم خیلی کسی به حساب. حالا اگرم نگیم آشغال و عوضی و رذل و پست و چه میدونم بعضی تعبیرات زشت دیگه، لااقل میگه حالا کیه مگه؟ ولی پیغمبر راجع به احدی هیچ وقت نداره که بگه مثلا این آخه مگه کیه. حالا یه عده‌ای هم میخوایم مثلا با این تعبیراتی که قرآن کریم میفرماد که انهم الا کالانعام بل هم اضل، که اینا با این کارهایی که کردن شدن مثل چارپایان بلکه گمراهتر از چارپایان. حال و روزشونو داره میگه، نمیخواد توهین بکنه. عرض کردم این تعبیراتی که قرآن کریم داره میفرماد کمثل الحمار یحمل اسفارا، راجع به عالمانی که به علمشون عمل نمیکنن، فقط داره توضیح، نمیخواد بگه اینا مثل معذرت میخوام مثل الاغ میمونن. میگه شما یه مرکبی رو در نظر بگیرید وقتی بارش کتابه، این از این کتاب چی میدونه؟ هیچی. این نباید وسیله بشه برای اینکه یه عالمی که عمل نمیکنه ما بهش بگیم که تو مثل الاغ میمونی. ولی خیلی راحت اینجوری میگیم، ما تو تفاسیر و توضیحات و ترجمه ها و اینها گفته میشه. وقتی قرآن کریم راجع به مثل بلعم باورا میفرماد که مثله که مثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث، که معذرت میخوام مثل سگی که اگه حمله ور بشی بهش پارس میکنه، حمله ورم نشی پارس میکنه. این یعنی میخواد بگه که مثلا بلعم باورا مثل سگ شده، در مقام توهین و تحقیر میگه. یا اینجایی که میفرماد انهم الا کالانعام بل هم اضل، میگم قرآن کریم توصیهش اینه در سوره مبارکه حجرات وقتی میفرماد که ولا تنابزوا بالالقاب. لا تنابزوا بالالقاب یعنی چی؟ این که توصیه شده به این که ما تو هیچ شرایطی به هیچ کسی توهین نکنیم. حتی قرآن میفرماید لا تسبوا الذین یدعون من دون الله، به بت‌های مشرکان شما فحش ندید. تو در روایاتی ذیل همین آیات داریم که لا تسبوا الشیطان، حتی به شیطان فحش ندید، دشنام ندید. الا فلعنوا، فقط همون واژه‌ای رو که قرآن به کار برده. قرآن واژه لعن رو به کار برده. لعن یعنی چی؟ لعن الان توی محاورات ما شده یه فحش، در حالی که لعن اصلا کاری به فحش نداره.
قرآن اگه راجع به شیطان میگه لعنه الله، یعنی از رحمت پروردگار دور شد. چرا؟ چون مسیری نبود که به رحمت پروردگار خودشو نزدیک کنه، خودشو از رحمت پروردگار دور کرده. لعن یعنی دوری از رحمت، فحش نیست. الان تبدیل فحش میگه مثلا ملعون ازل و ابد، یه تعبیرات غیر واقعی که اصلا مصداق نداره. ما ملعون ازل و ابد در مورد هیچ کسی نداریم. این واژه رو، این واژه اصلا واژه درستی نیست. فراوون هم حتی بزرگانمون گاهی این تعبیرات رو به کار میبرن. ملعون ازل و ابد یعنی چی؟ یعنی از ازل طرف دور بوده از پروردگار. میشه؟ ممکنه؟ که تا حالا تا ابد هم اینجوری باشه؟ تا ابد بودنش اون وقت برای چی؟ اینا همه چیزایی است که بعد بشین راجعش. من عرض کردم، میگم امام صادق تو جمع اصحابش نشسته بود، دید دارن پچ پچ میکنن، فرمود فی ای شیء انتم. گفتن آقا داریم راجع به این صحبت میکنیم که متی یکون فرجکم، فرج شما کیه؟ فرمود ایهات. یه آه سردی کشید، بعد 2 بار فرمود ایهات، بعد فرمود لا والله لا یکون ما تمدون الیه اعینکم حتی تغرب. تمام معادلاتتون باید زیر و رو بشه. نه به خدا قسم، اونی که بهش چشم دوختید نمیشه مگر اینکه تو تمام مسلماتی که برای خودتون درست کردید تجدید نظر جدی بود. چیا برای ما شده مسلم؟ یعنی ما فرهنگمون فرهنگ پیغمبر اکرمه. پیغمبر اکرم به کی بی ادبی کرد؟ احترام کی رو نداشت؟ طرف مالک رئیس فرقه مالکیه که حالا از دید مثلا متعارف ما شیعه های همچین کسی شخصیتش چیه؟ رسما میگه که رفتم منزل امام صادق، فراوان هر بار رفتم امام صادق من رو تکریم میکرد، می آورد، پشتی برام میذاشت، من تکیه میکردم به پشتی حضرت، مقابل من 2 زانو مینشست. یه همچین رفتار تکریم آمیزی از امام صادق نسبت به یه کسی مثل مالک که ما الان این رئیس فرقه مالکی هاست، یعنی جز به اون 4 فرقه اهل سنت که میگیم مالکی و شافعی و حنفی و حنبلی، رأسشون مالکه. کمون که رأس حنفی ها ابو حنیفه است، رأس فرقه شافعی جناب شافعی است و رأس فرقه حنبلی ها احمد ابن حنبل. این همه احترام از ناحیه امام صادق برای چی؟ یعنی مثلا دنبال این بود که حضرت مثلا دور خودش مرید جمع کنه، آدم دور خودش جمع کنه، یا حقیقتا احترام میگذاشت؟ نه برای جذبش، صحبت جذب نیست. یعنی از یه حقیقتی که پیغمبر اکرم برخوردار بود، امام صادق برخوردار بود، ما برخوردار نیستیم. ما حقیقت اعتقاد نداریم. وقتی کسی اعتقادش نسبت به خدای متعال بلنگه، اعتقادش نسبت به تک تک آدما هم بلنگه. و پیغمبر اکرم به شدت به تک تک آدمها اعتقاد داشت، به بزرگیشون، به جلالتشون، به شکوهشون. و میفرماد طبیعی ترین حقی که دوست شما به گردن شما داره اینه که شما او رو بزرگ بشموری، نه همچین کشکی چاکریم، مخلصیم، در خدمتیم، آقا رو سر ما جا داری، سرور ما هست. اینا الفاظی است فراوون به کار میبریم ولی بهش معتقدیم. پیغمبر اکرم کاملا معتقد. اون نوع تکریم و احتمال دست همه رو میگه. شما عمیقاً قلباً به جلالت و شکوه و عظمت و
حقیقت یه انسان پی ببرید و همون جوری هم حلوا حلواش بکنید. اگه نجات پیدا نکرد ولو فرعون باش. نمیگم این دنیا، میگم همونطوری که امیرالمومنین راجع به ابن ملجم اون همه تکریم برای چی؟ به چه دردش میخوره؟ تو شرایطی که به تعبیر خودمون میگیم اشقل اشقیا شده. چرا؟ چون با یک ضربت فرق امیرالمومنین رو شکافته و شده قاتل امیرالمومنین. کسی که شده قاتل امیرالمومنین حالا این همه احترام برای چی بکنیم؟ چه اصراری داره بعد از اینکه قاتل امیرالمومنین شد این همه احترام بشه؟ چرا باید تکریم بشه؟ فایده داره؟ بله. ازم میگه اوه تازه شروع شده، بریم اون ور ببینیم اون طرف امیرالمومنین چه میکنه. خبر داریم که امیرالمومنین نسبت به یه همچی کسی اون طرف چه رفتاری خواهد. ایناست که اون وقت قرآن کریم راجع به پیغمبر اکرم میفرماد که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. بعد در این تعاملی هم که با تک تک آدم ها داره میفرماد که انک لعلی خلق عظیم. خلق عظیم، اونم از نگاه پروردگار. میگم ما که اصلا میگم واژه عظمت رو اصلا رو زمین نمیشه معنا کرد. عظمت رو باید تو آسمان ها با اون وسعتی که داره واژه‌ش رو معنا کرد. ولی خدای خالق عظمت راجع به اخلاق پیغمبر اکرم میفهمه انک لعلی خلق عظیم. چه اخلاقی بوده. وقتی متخلق شد به این خلق عظیم، تو اون روایت امام صادق داره حضرت میفرماد که ان الله ادب نبیه فاحسن ادبه فلما اکمل له الادب قال انک لعلی خلق عظیم. خدای متعال خودش پیغمبر اکرم رو مستقیم تربیت کرد و زیبا هم تربیت کرد. وقتی کار تربیت پیغمبر اکرم تمام شد بهش فرمود انک لعلی خلق عظیم. بعد میفرماد که ثم فوض الیه امر الدین والامه. بعد از اینکه متخلص شد به خلق عظیم دین و امت رو بهش سپردیم. یعنی دین و امت رو به کسی میشه سپرد که متخلق باشه به خلق عظیم. امت رو به همین راحتی بدیم به کسی که تحویل نمیگیره، تکریم نمیکنه، به عظمتش معتقد نیست. دین و امت رو دست کسی باید داد که متخلق باشه به خلق عظیم و قلبا معتقد باشه به عظمت این امت، ولو در شرایطی که ول امت مصرتون علی مقته مجتمعتون علی قطیعت رحمه. که این امت حالا با پیغمبر اکرم چه رفتاری داشت؟ و وقت دخترش مثل امشبی آمده کنار بسترش در حال احتضار، پیغمبر میگه یا رسول الله من قیامت شما رو کجا پیدا کنم؟ فرمود که صراط. همون جایی که اصلا جایی شده که من و شما میخوایم خیر همو بگیریم. مثلا هر جا کم میاریم میگه حالا بالاخره قیامتی هم هست، صراطی هم هست. من همونجا فلان شده فکر کردی، همونجا خیرتون. پیغمبر اکرم هم بناس خیر کسی رو بگیره ولو خیلی مثلا قاتلان امیرالمومنین ابی عبدالله اهل بیت رو. پیغمبر اکرم فرمود اونجا همه میگن نفسی، من میگم امت. همه دنبال خودشونه، هر کی به فکر خیشه، ولی من اونجا حواسم به امتم هست. حالا تو لحظاتی که دیگه لحظات آخر عمرشه، ملک الموت آمده میگه آقا بریم، ان الله مشتاق الی لقاء، خدای متعال مشتاق است به ملاقات با شما. پیغمبر اکرم فرمود نه من الان کار دارم.
تا برادرم جبرئیل بیاد. جبرئیل آمد گفت آقا شما کاری داشتید، فرمایشی داشتید؟ فرمود تا شفاعت کل رو نگیرم نمیام. آیه آمد فلسوف یعطیک ربک فترضی. ببین اینا نمیخوام برای این بگیم که خب بالاخره آقا ما هرچی باشه ما امت مرحومه ایم، دستمون به دامن پیغمبر اکرم، بالاخره پیغمبر اکرم شفاعت میکنه، خوش به حالمون تموم شد رفت. نه، میخوام این توجه بینی اگه کسی انسان بشه، دیدش نسبت به آفرینش آدم ها، تک تک آدم ها، حتی عوضی ترین آدم ها، چه نگاهی خواهد شد، چه دیدی خواهد شد. پیغمبر اکرم دنبال اینه که دست همه رو بگیره، خیر همه رو میخواد. ما خیر همه رو میخواد یا به یه جا که میگه آقا هر چیزی یه سقفی داره؟ نه، من خیر همه رو نمیخوام. بعدم نشستیم برای خودمون تولا و تبرا رو یه جوری معنا کردیم که با فرهنگ محدود کوچیک خودمون جور در بیاد. تولا و تبرا یعنی چی؟ پیغمبر اکرم میگه من خیر همه رو میخوام، قیامتم دست همه رو میگیرم. اینم که همه شنیدیم پیغمبر اکرم فرمود من شفاعتم رو گذاشتم برای اهل کبائر. اهل کبائر کیان؟ یعنی اینا رو میخوام که بشینیم فکر کنیم و ببینیم که باید یه تجدید نظر اساسی بکنیم تو نگاهمون به عنوان نگاه دینی. که نگاه دینی چه نگاهی میشه؟ ما خیر کیو نباید بخوایم و اگه قرار شد بدمون بیاد از کی باید بدمون بیاد؟ هیچ کی نباید بدت بیاد، از بدی باید بدت بیاد. از دشمنت هم نباید، از دشمنی باید بدت بیاد، از کینه باید بدت بیاد، از حسادت باید بدت بیاد. بله ما بغض داریم ولی نه بغض نسبت به کسی، بغض نسبت به اعمال یه عده‌ای، منش یه عده‌ای، مرام یه عده‌ای، که اینا که دشمنان اهل بیت، اونایی که دشمنی دارن میکنن چه با اهل بیت چه با دیگران. اصلا دشمنی یعنی چی؟ چرا باید انسان رو دنده دشمنی با کسی بیفته؟ چرا نباید از دشمنی بدش بیاد؟ فقط باید دوستی کنه. این که امام باقر سلام الله علیه فرمود الدین هو الحب و الحب هو الدین. اصلا دین یعنی محبت، محبت هم یعنی دین. یعنی اصلا یه مقوله است، دوتا نیست. دین یعنی دوست داشتن. یا تو روایت داریم که هل الدین الا الحب و البغض، اصرار داریم که اینو بگنجونیم که بله یه روایتی داریم هل الدین الا الحب و البغض. باشه اشکال نداره، باید دوست داشتیم، همه رو باید دوست داشتیم و بدمون بیاد از چی؟ از بدی ها، نه از کسی. چون هیچ کسی مال خودش نیست، حتی ابلیس. ابلیس که روز اول بد نبود. اگر بگیم یه عده‌ای نه ذاتاً اصلاً از ازل بد بودن، داریم تبرئه‌شون میکنیم. چرا؟ من دست خودم نیم، من اصلا متولد شدم بد بودم، متولد شدم شر محض بودم، دست خودم، نمیتونم خوب باشم. اینجوری داریم تبرئه میکنیم. نه، همه روز خدای متعال میگه ما هر کیو آفریدیم زیبا آفریدیم، هر چی هم آفریدیم زیبا آفریدیم. از اون زمانی که به هر کسی اختیار دادیم، سر دوراهی قرارش دادیم، میتونه خوب گزینش کنه، میتونه بد. از زمانی که داره بد گزینش میکنه بدی شروع میشه. اساس بدی اینجاست. بدی اصلا ریشه نداره، چون ریشه نداره ماندگار هم نیست. بدی ریشه نداره ماندگار هم نیست. آخرش همه چیز خوب خواهد شد. همه چیز خوب شد، همه چی به او میرسد که بی نهایت خوبیه. بعدی نه ریشه داره نه پایان، نه بقا و ابدیتی.
ریشه نداره، ماندگار هم نیست. یه عارضه است، یه بیماری است. بیماری ماندگار نیست. این تعبیر عارضه که میگن حالا تو لغت عربی یعنی ماندگار نیست، یعنی میاد و میره. لذا قرآن کریم هم میفرماد که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. یا آهای کسایی که خراب کردید، که خدا رحمتش کنه. آقای بهجت میفرمود یه کسی ابلیس رو در عالم رویا دید، گفت تو میخوای چه خاکی به سر کنی؟ حالا گفتم هفت خط بودا، طرف خودش پرونده فراوون داشت. به ابلیس گفت تو میخوای چه خاکی به سر کنی؟ شیطان میش گفت مگه تو گفت پیغمبر گفته که من شفاعتمو گذاشتم برای اهل کبائر. گفت نه کن، من بیشتر از تو امیدوارم. گفت به چی؟ گفت به این آیه. این آیه اصلا مال منه. قرآن میگه قل یا عبادی الذین اسرفوا. اولا وقتی میگه عبادی، منم عبد او هستم. همه بخواید یا نخواید عبد او هستید، بنده او هستید. بعدم میگه الذین اسرفوا علی انفسهم، اینا که پا رو از حد فراتر گذاشتند، اینا که پرده دری کردند، اینا که همه چی رو به لجن کشیدند، همه چیز رو تباه کردن. الذین، رئیس همه مسرفین منم. مخاطب این آیه هم بیش از هر کسی منم. قرآن میگه لا تقنطوا من رحمت الله. چرا؟ چون ان الله یغفر الذنوب جمیعا. حالا بعدش هم ببینید ان الله یغفر. ما هر خرابه ای رو آباد میکنیم، یعنی هیچ جای عالم خراب نمیمونه. هیچ کسی به عنوان یه خرابه نمیمونه که بگیم خرابه است. کمترین خرابی تو هر انسانی از بین خواهد. عالم به سمت آبادی کامل میرود. لذا میگه الیه یرجع الامر کله. من حریف همه هستم. هیچ کسی نمیتواند من خدای متعال رو به عجز بکشاند. بگه خدا حریف همه هست جز من خیلی پدر سوختم. نمیدونم دیگه تعبیر دیگه هم به کار ببرن. من خیلی مادر فلانم. نمیدونید و یعنی چی؟ یعنی خدای متعال نمیتونه کاری بکنه برای تو. قرآن میفرماد که وعلموا انکم غیر معجز الله. هیچ کدومتون نمیتونید خدای متعال رو به عجز بگی. خدا حریف همتون هست، نه با زور، نه با محبت. حریف همه هست، قلق همه رو هم داره، همه رو هم با محبت به پیش خواهد. حقیقت محبت رو به همه خواهد چشانید و همه رو هم زیر بلیط خواهد گرفت با محبت. همونی که میگیم از محبت خارها گل میشود. این نسخه در درجه اول نسخه خدای متعال. ما اگه بخوایم تأسی کنیم به خدای متعال، ما میتونیم بشیم اهل محبت. و اگه شدیم اهل محبت، یعنی جز محبت نسخه‌ای برای کسی نداشتیم، تازه میشیم متدین. متدین به معنای واقعی کلمه یعنی این. یعنی یه متدین یعنی یه دریا محبت که رو سر همه حاضر خودشو خالی کنه. حاضریم بشیم یه دریا محبتی که خودمون رو سر هر خرابه‌ای خالی کنیم و آبادش کنیم. از محبت خارها گل می شود. آره کار پیغمبر اکرم انقدر التماس می کرد هر شب به پروردگار. آخر آیه آمد پیغمبر میگه آدم دروغگو کم حافظه است دیگه. حالا نه آیه قرآنه. یه چیزی که را به را میخونم از ذهنم پرید.
نه اولش الان میتونم، نه وسطش رو بذارید تو ذهنم بله نه اونا که قبول، بله میدونم. نه یه صلوات بفرستید انشالله یادم بیاد. بله بله. ما کان الله لیعذبهم وانت فیهم. پیغمبر اینقدر التماس نکن تا تو هستی عذاب بی عذاب. پیغمبر در جا به خدای متعال گفت خدایا من برم چی؟ آیه آمد و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. فرمود تو هم بری، خدای متعال به پیغمبر اکرم فرمود تو هم بری امت استغفار کنن عذاب بی عذاب. استغفار یعنی طلب مغفرت، هر خواهان مغفرت. خدا ما میدونیم ما سزاوار هر خرابی هستیم، ولی علیرغم این که در روایت داریم اگر کسی خودش رو مستحق عذاب بدونه اصلا ما، چون اون عذاب که میگه اولا نتیجه عمل خودشه، به تعبیری که ما میگیم تنبیه. تنبیه یعنی چی؟ یعنی بیدارسازی. یعنی بیداره، یه حواسش هست. قرآن میگه که ما پیغمبر، یعنی اگه بخوایم به شخصیت پیغمبر اکرم پی ببریم، اون آیاتی مثل لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین لا تذهب نفسک علیهم حسرات طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اینا هر کدوم یه بعدی از ابعاد شخصیتی پیغمبر رو ترسیم میکنه برای ما. ولی اینجا میفرماید که پیغمبر چقدر اصرار میکنی، اصلا تا زمانی که تو در میان مردم هستی ما هیچ کیو عذاب نمیکنیم و تو هم بری به امت پیغمبر اکرم التماس میکنم. میفهمم هر کاری هم کردین دست از این استغفار بر نداری، به خاطر من، چون من دل ندارم ببینم. از باب عزیزون علیه ما انتم عرض کردیم میزد زیر گریه. میگفتن چرا گریه میکنی؟ میفرمود رحمتا للاشقیا. اومدن به حضرت صدیقه کبرا گفتن که پاشو بیا مسجد. فرمود چرا؟ گفتن که یه آیه آمده. پیغمبر زده زیر گریه، هیچکی نمیتونه آرامش کنه. حضرت زهرا آمدن تو مسجد، وقتی آیه رو شنیدن ایشون هم شروع کردن گریه کردن. مشکل دوتا شد. حالا کی بیاد نمیتونه؟ خب آیات چیه؟ آیات توضیح میده که ما گاهی چقدر بیراهه میریم، اونقدر بیراهه میریم که آخر نتایج بیراه روی دامنگیرمون میشه. پیغمبر طاقت نداشت ببینه امتش برا خودش بلا درست میکنه، لذا زده بود به گریه. از دنیا داشت میرفت، از هر بلایی بلاتر اختلافه. خدای متعال به پیغمبر اکرم به خدای متعال عرض کرد خدایا میشه بعد از این که من از دنیا رفتم امتم اختلاف نکنن، با هم دعوا نکنن؟ خطاب رسید میکنن. آره ما هم گفتیم نکنن، همه برکات تو دعوا نکردنه، ولی اهل دعوان و ما نمیتونیم اختیار رو از اینها سلب کنیم. انسان است و اختیار دستش بازه، آزادی عمل داره و وقتی هم دستش باز باشه فقط تو سر و کله هم میزنن. هر چقدر ما بگیم آقا اختلاف خودش جهنمی است که هر جهنمی از این جهنم برمیخیزه، باز هم همه اهل اختلاف، چون ظرف ها کوچیکه، نمیتونیم تو سر و کله هم نزنیم، نمیتونیم با هم دعوا نکنیم. یعنی تقاضای پیغمبر این بود که بهشت اتحاد و انسجام همیشه در میان ما باش. ولی ما طاقت این همه راحتی رو نداریم، ما دنبال دردسر میگردیم. پیش از این اذیتتون نکنم، خیلی دیگه زیاده روی شده. ما به بهانه ای که شما زیاد صحبت، ما بیشتر صحبت میکنیم.
ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. الان یادم نیست دقیقا کجاست، اما تو همین جلد اول قرآنه. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود که اگر خدای متعال کمک نکرده بود برای اینکه آرام بمانیم، رحلت پیغمبر اکرم عقل همه ما اهل بیت رو میپروند. یه دریا محبت یه مرتبه پرید. اینقدر با این اوصافی که قرآن راجع به پیغمبر اکرم میگه، ما توی دعای افتتاح ما رمضان میگیم اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا، که خدای ما دل داره. خب دوست داشتیم یه انسانی که نمایش رحمت بی پایان پروردگار هست ببینیم. این همه محبت تو یه نفر آدم، خدای ما شاکی هستیم. این یکی و ما چرا؟ چون خب دوست داشتیم، یه ما هم دل داریم. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا. وقت اونایی که کنار پیغمبر با پیغمبر زندگی کرده بودن، وقتی دیدن پیغمبر از دنیا رفته چه حالی باید داشته باشن؟ حضرت فرمود اگه خدای متعال کمک نکرده بود همه مجنون می شدیم، همه دیوانه می شدیم. تعبیر خود امیرالمومنین سلام الله علیه. و میگه که ان الله ناجا علیا یوم قتل رسول الله. در اون روزی که امیرالمؤمنین بدن پیغمبر اکرم رو میشست و غسل میداد، خود خدا با امیرالمؤمنین مناجات میکرد تا این کار شد. مناجات خدای متعال با امیرالمؤمنین در شرایطی که داشت بدن پیغمبر رو میشست. یعنی نمیشه ترسیم کرد که چه شرایط سنگینی بود رحلت پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم فرمود اعظم المصائب مصیبتی. از دست دادن یک کسی مثل پیغمبر اکرم. ما تو زیارت روز شنبه هم میخونیم اصبنا بک یا حبیب قلوبنا فما اعظم المصیبت بک حیث انقطع عنا الوحی و حیث فقدناک فانا لله و انا الیه راجعون. درست همه بالاخره پرواز میکنیم، ولی پرواز پیغمبر اکرم خیلی سنگین هست برای کسی که با پیغمبر زندگی کرده، پیغمبر رو میشناسه. و اونی که امیرالمومنین نقل کرده این است، میگه که در شرایطی که پیغمبر داشت از دنیا میرفت، سرش در دامن امیرالمومنین. قبلش جزئیاتی داره دیگه فرصت نیست عرض کنم خدمتتون. امیرالمومنین در جلسه حضور نداشت عمدن. پیغمبر اکرم فرمود که ادعوا لی حبیبی، برید حبیب دلم رو بگید بیاد. بالاخره با کلی درد سر و اینها آخر که حبیب پیغمبر اکرم کی هست، آخرش گفتن امیرالمومنین. اومدن پیش صدیقه کبرا گفتن منظور پدرت کیه؟ گفت برید علی رو صدا کنید، اون علی رو میخواد. رفتن امیرالمومنین رو خبر کردن. به محض اینکه امیرالمومنین وارد حجره پیغمبر اکرم شد، نوشتن که فتح عینیه و تهلل وجهه. هر پیغمبر اکرم هر دو چشمش رو باز کرد و صورتش شکوفا شد. بعد رو که به امیرالمومنین گفت الی یا علی، الی یا علی، علی جان بیا نزدیک، بیا نزدیک. آمد فرمود بنشین سر منو به دامن بگیر، میخوام تو لحظات آخر سرم تو دامن تو باشه. امیرالمومنین میگه من سر پیغمبر رو به دامن گرفته بودم، یه وقت در حجره باز شد، حسنین وارد شدن، خودشونو انداختن رو سینه پیغمبر.
پیغمبر اکرم گاهی به هوش گاهی از هوش میرفت. امیرالمومنین میفرماید که به محض این که خواستم حسنین رو از سینه پیغمبر جدا کنم، پیغمبر چشماشو باز کرد، فرمود که علی جان نه، دعهما یشمانی و اشمهما و یتزودان منی و اتزود منهما. علی جان بذار بچه هم باشن، اما انهما سیظلمان بعدی و یقتلان ظلما. علی جان بعد از من اینها مظلوم واقع خواهند شد و هر دو رو ظلما میکشند. عرض کنیم یا رسول الله جاتون خالی بود. مثل فردایی امام مجتبی سلام الله علیه فرمود برید همه رو خبر کنید، برید خواهرم زینب رو خبر کنید. رفتن خبر کردن، زینب کبری آمد. زینب کبری شاهد این منظره بود که پیغمبر اکرم هر دو فرزند خودش رو، هر دو نوه خودش رو سینه خودش با چه محبتی در آغوش گرفته بود. امام مجتبی رو کرد به زینب کبری، فرمود زینبم برو برام تشتی بیار. زینب کبری خوشحال که اگه امام مجتبی مسموم شده زهر رو بالا میاره. یه تشت رو زینب کبری اینجا دید، یه تشت رو هم تو مجلس یزید، تو شرایطی که سر بریده ابی عبدالله با چوب و خیزران جسارت کرد به لب و دندان ابی عبدالله. یه پیر مردی تو مجلس حاضر بود، گفت یزید نزن. من خودم شاهد بودم این لب و دندانی که تو بهش جسارت میکنی. پیغمبر اکرم بوسه میزد. همه بگیم حسین